هی لاف، ورودت رو به این ویدیو و احتمالاً به چنل یوتیوبم خیلی خوش آمد میگم. امروز داستان از چه قراره؟ امروز قرار بهتون نحوه ساخت پلنر رو توضیح بدم که من خودم اینو از در واقع بانو شیماکاتوزیان یاد گرفتم که اگه به احتمال 1% نمیشناسینش باز واسهتون تصویر چنلش رو میذارم و در واقع اینو من بر اساس گفته های ایشون بر اساس پلنری که خودشون داشتن و این چیزا درست کردم. این پلنر منه که حالا آزمایشی طور واسه شما درستش کردم و براتون ذره به ذره‌ش رو نشون میدم، جلو میرم و توضیح میدم که برای چی. خب اول از همه شما توی اولین صفحه پلنرتون بعد اون اهداف سالتون رو در واقع ثبت بکنید. حالا این اهدافتون چه اهداف بزرگ باشن چه کوچیک باشن، هر جوری که میخواید میتونید اونا رو بیانشون کنید، اینجا بنویسید، ولی خب ترجیحاً توی قانون جذب این چیزا گفته میشه که اون اهدافتون رو به طور دقیق بنویسید. بعد از اون شما یه صفحه رو دارید که توی اون دیگه در واقع اون ماهتون رو شروع میکنید، اهداف اون ماه رو مینویسید. مثلا مینویسید اهداف تیر ماه یا فقط مینویسید اهداف ماه، اینطوری. بعد از اون یه همچین چارتی برای خودتون درست میکنید و در واقع این چارت هر کدومش روزای هفته هستش که چند صفحه رو حالا جا میگیره. شما میتونید تاریخ رو هر جوری که دوست دارید بنویسید، میتونید به میلادی بنویسید، میتونید به هجری شمسی بنویسید و غیره، اما خب من به هر دو صورت مینویسم. اینجا تاریخ خودمونه، پایینم تاریخ به میلادیه و من اینجا روز هفته رو هم میزنم. حالا شما کاری که با این جدول دارید چیه؟ به عنوان مثال بریم یه تاریخ نزدیکتری، مثلا برای 29 تیر ماه. 29 تیر ماه مثلا تولد دوست منه. خب حالا من میتونم توی این قسمت اون در واقع تولد دوستمون که مهمترین رویداد اون روز هستش رو بنویسم. میتونم کلا چند تا کار مهمی که اون روز دارم و قرار انجام بدم بنویسم. بعد از اون دوباره یه نوع چارتینگ دیگر دارید که اینم صفحات زیادی رو شامل میشه همونطور که میبینید. و خب من یکم برعکس نوشتمشون، بعد از سمت چپ شروع میکردم ولی به خاطر این از سمت راست شروع کردم. خیلی خوب، مثلا همون 29 تیر ماه رو میارید. مثلا شما برای 29 تیر ماه تولد دوستتون رو دارید، مثلا میخواد برید کلاس، حالا هر کلاسی، حالا من کلاس زبان رو مثال میزنم، مثلا میخواید برید کافه، بعد اینجوری می نویسید که مثلا تولد دوستم از ساعت مثلا 4 تا 5 اینجوری، یعنی میاد به طور دقیق با ساعتش هم در واقع اون برنامه‌تون رو می نویسید. بعد دوباره میاد پایین می نویسید مثلا کلاس زبان از ساعت مثلا 6 تا 7 یا همچین چیزی. بعد از اونم اینو در واقع من یه ذره حالا تغییر توش دادم و از خود درآوری کردم. صفحه آخر اون حالا ماهتون نباید به این شکل باشه، ولی خب من تصمیم گرفتم برای خودم به این شکل باشه و به شما هم الان میگمش. شما یه صفحه رو کاملا خالی میذارید و حالا هر جوری که دوست داشتید تزیینش میکنید، اما خب هیچ چارتینگ و تاریخ و این چیزایی واسش نمیزنید. این صفحه برای چیه؟ برای اینه که در طول اون ماه فرقی نداره، هر روزی که باشه نیازی نیست ثبت کنید که مثلا فلان روز و اینا، اگه هم بخواید میتونید ثبت کنید. در طول اون ماه وقتی که دارید حالا پلنرتون رو در واقع کامل میکنید، مینویسید که آقا مثلا فردا من چه برنامه هایی دارم از چند تا چند و اینا، اون لحظه اگه حس خوبی دارید، اگه حس بدی دارید، اگه حرفی توی دلتونه، میایید اینجا آخر حالا اون تقسیم بندی که برای اون ماهتون کردید، اون حستون رو توی یه 2-3 تا جمله مینویسید. تا آخر ماه همین کار رو میکنید. اینجوری میشه که آخر ماه یه نامه خوشگل واسه خودتون دارید و در واقع یه جورایی مثل دفتر خاطرات طور میشه دیگه. همین، ممنونم که وقتتون رو برای این ویدیو گذاشتید. اگه دوست دارید بیشتر اینجور چیزایی رو که در واقع به رشد فردی و برنامه‌ریزی‌های خودتون
در واقع مربوط میشه رو براتون بذارم، حتما این ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، کامنت برام بذارید، حتما کامنت رو میخونم. میتونید ایده برای ویدیوهای بعدی بهم بدید، میتونید ایراداتم رو توی کامنت ها بهم بگید، من حتما اونا رو خودم گوشزد میکنم. و در آخر و مهمترین چیز این که لطفا چنل رو سابسکرایب کنید. ممنونم. بای.